سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو. من اومدم برو گم دیگه. من اومدم توی این ویدیو خونه زنبور درست کنم. اول دیواره خونه رو درست میکنیم. خب سقف خونه رو درست میکنیم و آخرین بلاک سقف رو میذاریم و سوراخ‌های تو خونه رو درست میکنیم. بچه من خیلی کوچولو درست کردم، حوصله اینو نداشتم. ورودی خونه رو بریم دا وسایل داخل خونه رو بذاریم. خب اینم از وسایل داخل خونه: میز درس، لباس، تخت خواب، پذیرایی و آشپزخونه. خب بچه من کرب تورا رو بکنم چون دود نمیاد بیرون اینجوری. بله این از آشپزخونه. اینجا هم آهنگ و وسیله ترکیب و معجون و اینا گذاشتم، اسمشون نمیدونم. خب اینا از این. بچه ها من اینا رو ایده میذارم برای خونه هاتون. میتونید ایده بگیرید از اینا بذارید تو خونه هاتون، از وسیله خونه ایده بگیرید بذارید تو خونه هاتون. بای